کانتورینگ صورت یا همون زاویه سازی. من برای این کار روش مختلفی استفاده میکنم که بسته به نیاز مراجعه کننده من داره. میتونم از اونها از لیپو صورت، گونه، استفاده از دستگاه‌های مثل هایفو، کار گذاشتن پروتزهای صورت و یا تزریق فیلر نام ببرم. هرچی که صورت اون مراجعه کننده ما پرتره، یو شکل‌تره و میخواد اینو لاغر و وی شکل کنه، مسلما سود بیشتر از لیپو صورت و گردن و بوکال میبره. حالا ممکنه این کارو کردیم صورتش ظریف شدیم، استخوان ظریفی داره، حالا میایم استخوان‌هاشون رو آگمنت میکنیم با پروتز یا فیلر. کسایی که از اول صورت ظریفی دارن، استخوان ظریفی دارن، میایم برای اینها فیلر و پروتز استفاده میکنیم. این فیلر و پروتزها معمولا در ناحیه چونه، زاویه فک و گونه استفاده میشه تا صورت کانتور واضح‌تر و زیباتری داشته باشه.